سلام. حالا احوالتون چطوره؟ آقا بازم عزمای تلس شکسته سر و کلش پیدا شد و رفت تو کار فک چنبونی. این دفعه یه مش بسیجی ساندیسی رو دور خودش جمع کرد و شروع کرد به روزخونی برای جلوگیری از ریزش. آمریکایی‌ها دلش میخواد جوانای ما اون شجاعت رو نداشته باشن، اون امید رو نداشته باشن، اون انگیزه رو نداشته باشن، اون تحرک رو نداشته باشن، اون توان جسمی رو نداشته باشن، اون توان فکری رو نداشته باشن، نسبت به دشمن خوشبین باشن، نسبت به فرماندهی خودی و عقبه خودی بدبین باشن. این یعنی این که وضعیت خیلی خرابه، یعنی همه بسیجی هم عقبشون ته کشیدن، یعنی به عظما و دم و دستکاش بدبین شدن، یعنی دیگه حس ولایت مداری هم توشون نمونده. حالا ببینید خود خامنه بقیه ویژگی های این جماعت ریزشی رو چطور توصیف میکنه. فرض کنید آدمی است ناامید، یعنی معتقده که آقا فایده ای نداره، چی بی خود وایسادی، فایده ای نداره، ناامیده. یا آدمی است تسلیم پذیر، حال معارضه کردن و ایستادگی کردن نداره، حالا یه مقداری ممکنه بیسته ولی وقتی فشار زیاد شد، زور زیاد شد، تسلیم میشه. روحیش اینه. آدمی است فریبخور، به لبخند دشمن اعتماد میکنه. البته اصلا عجیب نیست، وسط بحران برجام و بعد از فضاحت سفر به اتریش و پس گردنی خوردن تو استانبول و کف گرگی خوردن تو سوریه و عراق و یمن، خب همین میشه دیگه. بسیجی ها از ترس پس میفتن و شور ریزش تو نظام ولایت بالا میگیره. این فقط مال داخل نظام هم نیست، حالا دیگه سید علی باید یه فکری هم به حال ریزشی های حزب و شیطان بکنه. حزب الله پیکره رشید خود رو در دنیای اسلام داره نشان میده. حالا گیرم که فلان دولت وابسته فاسد توخالی پوک تو فلان بیانیه با پول و دلار نفتی حزب الله رو مثلا محکوم بکنن، خب به درک چه اهمیت داره؟ حزب الله اونجا مثل خورشیدی داره میدرخشه. حزب الله مایه افتخار دنیای اسلامه. همین رژیم صهیونیستی رو بعد از آنی که قوی‌تر هم شده بود، حزب الله در ظرف 33 روز شکست داد. آخه سید علی با پور بادکنک ترکیده منطقه رو که نمیشه با تلمبه دوباره باد کرد. راستی چرا وقتی میخوای ریزشی های حزب و شیطان رو سر حال بیاری میری سراغ جنگ 33 روزه که 10 سال ازش گذشته؟ چرا از ترکیدن های روزانه شون تو سوریه نمیگی؟ پاسدارای حزب و شیطان این حرفا رو باور کنن یا جام زهر منطقه ای رو؟ و بنده مطمئنم ما اگر رو بدیم به اینا فردا سر قضیه مسائل زیست فناوری، سر مسئله نانو، سر مسائل گوناگون علمی دیگر هم بازی در میارن، اشکال درست میکنن. پیشرفت علمی، پیشرفت اقتصادی، پیشرفت تمدنی، اینا جزو عرصه های اختلاف و دعوای جمهوری اسلامی با استکبار. اینم ترس عظما از ادامه سریال زهرخوری و سرنوشت شومی که در انتظارشه. بله دیگه، قضیه از همین قراره. ته خط ولایت یعنی همین، بنبست فلاکت بار یعنی همین، تازه شرشور و این حرفا اولشه. این داستان به پریشون شدن امامی خامنه ختم میشه. بله.